سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستانی که امروز در این محفل جمع شدن و دوستانی که بعداً ما را از قاب تصویر می‌بینن. به مناسبت نهمین چاپ کتاب هنر سینما اثر دو تن از نویسندگان سینما آقایان استیونسن و دبری با ترجمه خوب پرویز دوایی عزیز، شاید که هر جا از سلامت باشه، گرد هم اومدیم در خدمت دکتر مزدا مراد عباسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب‌های در واقع خاطره‌نگاری بر پرده سینما و مترجم کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم هستیم. آقای مراد عباسی سلام و عرض ادب. اگر سلام است بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و علاقمندانی که این جلسه رو مشاهده می‌کنن و درود می‌فرستم به آقای استاد پرویز دوایی که یکی از ترجمه‌هاشون رو قراره راجع بهش صحبت کنیم. سلامت باشید. ما به این مناسبت این کتاب در واقع دور هم جمع شدیم، اما بیشتر بحثمون راجع به اساساً سینماست و هنر سینماست. میخوام با اسم کتاب شروع کنم، هنر سینما. یه سوال اینجا پیش میاد که آیا اساساً سینما هنره؟ به دلیل اینکه اندیشمندان و فلاسفه برای هنرهای قبلی، شش هنر قبلی، یه وجه آرایی و تقدسگونه قائلن، یعنی که هنرمند یک نسبت بیواسطه در واقع با طبیعت داره تا اثرش رو خلق کنه. اما سینما به طوری که تاریخ نگاران سینما دارن به ما میگن اساساً با در واقع یه اثر مکانیکیه، یعنی دانشمندانی بودن که اختراع کردن این رو، یعنی اساسا ما با تکنولوژی سر کار داریم. میخوام ببینم وجه ممیزه این قضیه کجاست، یعنی چون که اساسا تکنیک به تعبیر فلاسفه خودش راهبری داره، دخل تصرف در این تکنیک چقدر به در واقع سینماگر کمک میکنه که به تولید خلق اثر هنری بیانجامه. در خصوص اینکه ما با موضوعی به نام سینما وقتی که مواجه میشیم این تلقی رو داشته باشیم که آیا با یک صنعت مواجهیم که یک سری ابزار داره و یک کستی هستن، یک گروهی هستن که دور هم جمع میشن و با یک سری وسایل تصاویر و صداهایی رو ضبط میکنن، و از یک منظر دیگه قطعا ما با یک هنر مواجهیم، چون سینما خودش مولود هنرهای زیادیه. ما توی سینما ادبیات میبینیم، توی سینما نقاشی میبینیم، عکاسی میبینیم، مجسمه سازی میبینیم، موسیقی درک میشه در عالم سینما، و اینکه سینما رو به عنوان هنر هفتم میشناسند هم به همین دلیله که مجموعه ای از هنرها رو در خودش جا داده و این وجه تمایزی به سینما میبخشه، چون هنرهای دیگه یک همچین قابلیت رو ندارن که بتونن مجموعه ای از هنرهای دیگر رو با هم بیامیزند و یک مضمون، تم یا فکر واحدی رو به مخاطب عرضه کنن که ذهنش درگیر بشه و بتونه باهاش همزاد پنداری کنه و بعد از اتمام تجربه تماشا رهاش نکنه اون تجربه و همینجور در ذهنش به تعویل و استنتاج و تحلیل اون چیزی که دیده بپردازه. و مخصوصا در 4 دهه اخیر جامعه آکادمیک سینما در جهان خیلی به سمت این رفته که از ابزار دور بشه و به کارکرد معناساز سینما بپردازه و اون همون وجهی که باعث میشه ما به سینما به عنوان یک هنر نگاه کنیم. این که ابزاری به نام دوربین، قاب‌بندی
چگونه میتونه معنا بسازه. این که میزانسن، آنچه که داخل قاب قرار گرفته، از محل قرارگیری کاراکترها، شخصیت‌ها، نور، رنگ، اشیا، اینها خب همه ابزارن، اما چگونه اینها قدم در مسیر معناسازی میگذارن و اینها باعث میشه که سینما رو از یک کاری که مبتنی بر ابزاره ارتقا بده به یک هنر که میتونه معنا بسازه و در عین حال میتونه عاری از معنا بشه، با در نظر نگرفتن پتانسیل و ظرفیت همون اجزایی که در حال حاضر کتاب‌هایی که منتشر میشن بیشتر به اون منظر میپردازن. یعنی دیگه ما تو کتاب‌ها نمی‌بینیم که لنز مثلا چه جوری باشه یا نمیدونم قاب بندی به این صورت، اینها بحثاش تموم شده، اینا مال 30-40 سال پیش بوده. الان بحث زیبایی شناسی فیلم که مطرح میشه، یعنی اینکه سینما چگونه تأثیر میذاره، چگونه از این ابزار استفاده میکنه تا بتونه یک مفهوم رو تبیین کنه، تشریح کنه و در ذهن مخاطب اون مفهوم یا اون مضمون رو طوری در واقع براش تعریف کنه که رهاش نکنه مخاطب. خیلی جالبه برام که اگر نقل قول درستی بکنم، یه سینماگر مثل برگمان میگه من در بهترین حالتش تکنیسین سینما هستم، کسی که خب صاحب سبک و میخوام بپرسم، خب تکنیک داریم و بعد سینماگر یک چیزی به نام ایده احتمالاً داره که اون ایده توسط ابزار سینمایی تبدیل به اون معنا میشه. درست. میتونیم بگیم اون معنای در واقع محاکاتی از طبیعته؟ من میتونم بگم محاکاتی است از زیست اون فیلمساز. حالا میتونه طبیعت هم درش دخیل باشه، میتونه جامعه پیرامونش درش دخیل باشه و میتونه مواجهاتی که در زندگی روزمره داشته هم درش دخیل باشه. این مجموعه‌ای از این هاست که به یک ایده‌ای منجر میشه که جرقه میزنه در ذهن فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس و اون رو برمیانگیزه در مسیری که به خلق یک اثری محصولی بپردازه که پیش از این وجود نداشت. همونه که این نقطه است که هنر به وجود میاد. یعنی یک ایده در ذهن شکل میگیره و چیزی خلق میشه، چیزی زاده میشه که مثلا تا دقایق پیش وجود نداشت. این که برگمان میگه من در خیلی خوب با فروتنی بیان میکنه که من در حد یک تکنیسین هستم، اتفاقا به این اذعان میکنه که از بدیهی ترین ابزار من دارم استفاده میکنم، اما به عمیق ترین انگاره‌های فلسفی و روانی هم در فیلم‌هاش داره اشاره میکنه. خیلی خوب. یه اساسا این نکته‌ای که در این کتاب داره روش بحث میشه بحث واقعیته. بله. در واقع ما یه واقعیت سینمایی داریم و یک واقعیت امر واقع یا یک واقعیت مادی. اصلا فرق این دوتا رو بدونم. سینما در بهترین حالتش میتونه یک ریپرزنتیشن یا بازنمایی از واقعیت باشه. پس ما در سینما پرزنتیشن یا نمایاندن نداریم، بازنمایاندن داریم. یعنی آنچه که در تخیل فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس شکل میگیره یا برگرفته از یک واقعیتی است که از سر گذرونده اون جامعه یا اون محیط پیرامونی که فرا گرفته به عنوان بینامتنیت یک اثر هنری، نمیتواند به خودی خود منعکس بشود در سینما، باید بازنماینده بشود. یعنی یک مراحل رو طی کند تا بتواند در زیر مجموعه چیزی به نام هنر سینما تعریف بشه. به خاطر همینه که ما اگر واقعیت صرف رو در سینمای مستند به تصویر میکشیم، کاملا متفاوت است از فیلمی که ما در سینمای نراتیو، سینمای روایی داریم میبینیم. پس وقتی ما باید بین دو تا تمایز قائل بشیم که آیا ما در داکیومنتری سینما، سینمای مستند چه روی کردی داریم، با چه اپروچ های مواجهیم، و در سینمای نراتیو یا روایی با چه اپروچ های مواجهیم. ما ناگزیر هستیم، چاره‌ای نداریم.
وقتی میخوایم در حوزه سینمای روایی قدم برداریم که حوادث رو به نوعی باز بنماییم، باز تعریف کنیم که بتوانیم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم. این قدم اول شکل‌گیری یک قطعه از سینمای روایی. به خاطر همینه که وقتی ما می‌بینیم که یک فیلمی برگرفته از یک رمانه یا یک فیلمی برگرفته از یک ستون خبری از یک روزنامه است، ما ناگزیریم که چیزهایی رو کم کنیم و چیزهایی رو بهش اضافه کنیم و حتی دخل و تصرف کنیم در شخصیت‌ها، در حوادث، در پایان بندی، در آغاز، چون ما با یک فرایند ریپرزنتیشن مواجهیم و باید یک حادثه رو که ممکن است از واقعیت سرچشمه گرفته باشد در یک فرایندی تعریف کنیم که بتواند در چهارچوب زیبایی شناسی فیلم تعریف بشه. در واقع این جمله‌ای که در این کتاب هم هست میگه سینما یا هنر اساساً درونی کردن امر برونی و برون داد امر درونیه. بله. اگر طبق صحبتایی که شما کردید در ادامه بحث قبلی میخوام ببینم آیا اساساً چیزی به نام واقعیت وجود داره؟ مثلا میگم یه نقاش داره یه چیزی رو نقاشی میکنه، صبح خورشید از اون ور تابیده میشه به درخت و یه سایه و روشنی از این بره، ظهر در واقع میاد وسط، سایه روشنش عصر میره. ما میگیم واقعیت امر علت دوامیه که ما بهش در واقع رجوع بکنیم. این در واقع میخوام ببینم حرف رئالیستا چیه. میگن رئالیستایی مثل در واقع بازن که میگه سینما امر واقعی مونتاژ حذف کنیم که در واقع به زندگی نزدیک بشیم. درست. من میتونم بگم که تو همون کتاب خاطرنگاری بر پرده جادو یا تو کتاب واژه در خوابم هم خیلی راجع به اقتباس صحبت کردم. من حجم زیادی از هنرها رو در سیلان در جهان اقتباس می‌بینم. یعنی نقاشی که داره از نور خورشید بهره میبره، از یک کورسویی که به یک اتاق تاریک داره میتابه داره اقتباس میکنه از جهان پیرامونش. فیلم سازی که از یک واقعه تاریخی یا یک واقعه اجتماعی داره بهره میبره که میتونه فیلمش رو بسازه، داره الهام گرفته، داره اقتباس میکنه در واقع از یک اتفاقی. یا تخیلی که فیلمنامه‌نویس به کار میبره در خلق یک اثری که حالا ریشه در هیچ اثر دیگه هم نداره، باز نمیتونه وامدار محیط پیرامونش نباشه. پس اون هم دوباره به نوعی داره در جهان اقتباس قدم برمی‌داره. اون چه که شما گفتید که آیا میشه بازم گفته که سینما امر واقع، اون یک تئوری است که در سینمای نئورئالیسم بیشتر مطرح شد و یک واکنشی بود به سینمای هالیوود، به اون سینمایی که خیلی عیان و آشکار نشون میداد که همه چیز جلوی دوربین چیده شده و خیلی هم شیک و تر و تمیزه. نئورئالیسم در مسیر مخالفش گام نهاد که نشون بده سینما میتونه یک اپروچ دیگه هم داشته باشه و کمترین دخل و تصرف رو در حادثه‌ای که داره اتفاق میفته و طراحی شده داشته باشه. اینکه از نابازیگر استفاده بشه، اینکه در یک کنشی که داره اتفاق میفته دوربین کات نخوره و از ابتدا مثلا یک گربه‌ای داره از یک پشت بام خونه رد میشه، تمام اون حرکتش بدون قطع باید ثبت بشه. یا مثلا در اومبرتو د میبینیم که اون شخصیت با سگش در خیابون راه میره، ما از ورودش به خیابون کات نمیزنیم مثلا به وسط خیابون، تمام این حرکت رو داریم میبینیم. این یک جور رویکردی بود که در سینمای نئورئالیسم به وجود اومد و بعد در سینمای مستند هم وارد دیرکت سینما و سینما وریته شد که کمترین دخالت فیلمساز در فرایند ثبت و ضبط وقایع بود. حتی فیلمساز خودش جلوی دوربین قرار میگرفت که خودش رو جزئی از واقعه نشون بده به مخاطب. این یه نوع رویکرد بود. اما اینکه اگر ما مثلا از این رویکرد استفاده نکنیم و از نابازیگر استفاده نکنیم، کات‌های زیادی نزنیم یا کات‌های زیادی بزنیم یا از بازیگران حرفه‌ای یا ترکیب نابازیگر و بازیگران حرفه‌ای استفاده بکنیم، آیا این
تخطی کرده از امر ریپرزنتیشن یا واقعیت نمایی سینما. نه، اتفاقا اینها همه ابزاریه که کمک میکنه به اینکه سینماگری مثلا آنجلوپولوس به یک فضاسازی از واقعیت برسه که اون رو ماندگارتر بکنه. این جانمایه هنر سینماست که بتونه واقعیتی رو برای ما بازنمایی کنه که برای ما جذابتر، تأثیرگذارتر و موندگارتر باشه. در رمان ماهی بزرگ که تیم برتون هم ازش فیلم ساخته، جانمایه این رمان که در فیلم هم منعکس شده چیه؟ اینه که اگر چیزی بخواهد جاودانه بشود، حالا چه شخصی چه حادثه‌ای، باید خوب به یاد آورده بشه. سینما هم کارش همینه، طوری برای شما قصه بگه، طوری برای شما تصویر سازی کنه، طوری برای شما بازنمایی واقعیت رو شکل بده که شما مرورش کنی، هی به یادش بیاری در برهه‌های مختلف. این به یاد آوردن جاودانه می‌سازد آنچه را که در پیش چشم ظاهر شده و اتفاقا این واقعیت نمایاندن واقعیت و بازخوانی در ذهن مخاطب همون چیزیه که باعث میشه سینما به واقعیت زندگی نزدیک‌تر بشه. اگر حتی همین سینمای مستند رو در نظر بگیریم، ما وقتی سپایه دوربین رو میکاریم این قرارداد رو میگذاریم که یه چیزی داره طراحی میشه. یعنی در واقع ما داریم یک قسمتی از زندگی رو به واسطه این قابی که داریم انتخاب میکنیم. بله. پس در واقع نقیض حرفی که اساساً با صرف واقعیت رو میخوایم برسونیم، نقیض اون حرف میشه و خودش جالبه به نظر من. حالا اصلا یه مطلبی که در خصوص سینمای رئالیستی مطرحه اینه که وقتی ما یک فیلم رئالیستی رو که تو سینمای ما خیلی جای بحث داره و فیلم‌های خوبی داریم که با این رویکرد ساخته شده، این که وقتی ما در یک قاب یک کوچه‌ای رو می‌بینیم و مثلا کودکی که داره از این کوچه عبور میکنه یا شخصیتایی که دارن در یک فضای معاصری که برای ما شناخته شده از خیابان‌های معروف اتفاقایی در اونجا میافتد، بنا رو برای نگذاریم که خب این که اونجا بوده، این خیابونه که خب هست، اون کوچه‌ای که بوده، فیلمساز همونجا بزرگ شده. این اولین خطایی است که در بحث تحلیل فیلم واقع‌گرا ما باش مواجه میشیم. بله اون کوچه اونجا بوده، اون خیابونه اونجا بوده، اون مغازه اونجا بوده، چرا انتخاب شده که در قاب قرار بگیره؟ پس این در مسیر یک هدفی است، اون هدف مهمه. پس این کل پروسه میزانسن میره زیر سوال. اگر ما این رو مد نظر قرار بدیم که خب اون کوچه‌ای که بوده، اون خیابونه هم که بوده، اون مغازه هم که بوده، بله اینها هستن، اما بنابر یک هدفی، بنابر یک گزاره‌ای که در ذهن فیلمساز شکل گرفته انتخاب شدن و ما باید ببینیم از چه منظری به ما راه میده برای تحلیل چرا اون کوچه انتخاب شده. پس ما به رئالیستی بودن یک فیلم همیشه باید به دیده تردید نگاه کنیم، نه به این دیده که خب این که یه چیز بدیهیه. این یه چیز مهمیه که توی تحلیل فیلم رئالیستی ما حتما باید بهش توجه کنیم. در نقاشی یه مثال خیلی خوب میزنن همیشه. این اثر هنری، این حرفی که شما میزنید اینه که اثر هنری باید خودبسنده باشه، باید ارجاع به بیرون از خودش نداشته باشه، یکه باشه. در واقع یه مثالی که توی نقاشی میزنن سیب سزانه که میگن سیب ازلی ابدی سزان. اگر سزان میخواست در واقع اون سیب رو که با اون سیبی که بیرون داره نقاشی میکنه یکی بکنه که دیگه کار اون هنرمند با منی که در واقع نشستم اینجا دارم صحبت میکنم چیه؟ درست. اون هست خیلی بهتر. اون هم هست خیلی بهتر. هر سیب میری گاز میزنی لذتش رو میبری، ولی اثر هنری اینه که یک چیز رو در واقع ماندگار میکنه. مانایی اثر هنری در اینجا معنا پیدا میکنه. گفتیم که سینما یک مدیوم تصویریه. بله. مبتنی بر تصویر. یعنی اساسا با تصویر سر کار داره دیگه. میخوام بگم که ما وقتی ادبیات رمان میخونیم، وقتی یک راننده تاکسی رمان نویس داره نویسنده به ما میگه، ما در ذهنمون
احیانا میتونیم در واقع 100 تا راننده تاکسی براش در نظر بگیریم. درست. ولی تو سینما اینجوری نیست. تحمیل میکنه به ما یک کاراکتری رو، برخلاف رمان که ما اجازه تخیل داریم و میتونیم شخصیت ها رو به تعداد آدم ها میتونن ساخته بشن در ذهن آدم های مختلف، اما سینما به ما تحمیل میکنه و این قدرت تصویره که به ما تحمیل میکنه این راننده این شکلیه، اینجوری راه میره، اینجوری حرف میزنه، این ماشین این شکلیه و ما جور دیگه نمیتونیم اونو متصور بشیم و باز این هم در مسیر تحلیله که معنای خودش رو پیدا میکنه که چرا این لباس رو پوشیده، چرا اینجوری داره حرف میزنه، چرا اینجوری راه میره، چرا یه همچین روابط خانوادگی داره، چرا از این بستر اجتماعی اومده. این یکی از تفاوت‌های بسیار اساسی ادبیات و سینماست که ادبیات اجازه تخیل میده، اجازه بارور شدن ذهن خواننده رو میده، اما سینما تصویرش رو در لحظه تحمیل میکنه به مخاطب که آنچه را که من میگویم باید ببینی و بر اساس این باید تحلیل کنی. حالا اون بحث بینامتنیتی که شکل میگیره، اون اینترتکچوالیتی، اون به چیزهای دیگه ربط داره که تو تحلیل میشه بهش پرداخت. ممکنه منظور فیلمساز نبوده باشه و ما به این ادراک برسیم، یا آمدانه اتفاقا فیلمساز هم میخواسته که به اون جاها هم نقبی بزنه. میخوام بپرسم سینما هم میتواند تخیل مخاطب رو بر بیانگیزه؟ ما تو بحث فیلمنامه میگیم که بعضی از فیلمنامه‌ها کلایمکتیکن، یعنی ساختار رو به اوج دارن، یعنی آنچه را که انتظاری که فیلم و فیلمساز در ما ایجاد میکنه رو فیلم یا پاسخ میدهد یا پاسخ نمیدهد. ما مثلا از یک کاراکتر انتظار داریم که با توجه به تعریفی که ازش شده در طول فیلم در یک برهه زمانی خاصی یک همچین واکنشی نشان بدهد. اگر اون واکنش رو نشون ندهد، باید ساختار روایی فیلم ما رو توجیه کنه به عنوان مخاطب که چرا این واکنش رو نشون نداد. اون شخصیتی که من میبینم در این نقطه باید این برخورده بکنه ولی آروم بوده، یا اینقدر نباید عصبانی میشده. تو بحث فیلمنامه این مثال زدم که بگم ما یک ساختار کلایمکتیک داریم، یعنی بر اساس انتظار که ساختار روایی ایجاد میکنه پیش میره و به یه اوجی میرسه و تمام میشه. یک ساختار دیگه‌ای داریم به اسم آنتی کلایمکتیک، یعنی ساختار ضد اوج، یعنی انتظاری که فیلم در ما ایجاد میکنه اون پاسخ درخور رو پیدا نمیکنه در فیلم و اونجاست که به مخاطب اجازه تخیل داده میشه. پس این انتخاب فیلمنامه‌نویسه یا فیلمسازه که آیا من از ساختار استفاده بکنم که اجازه تخیل رو ببندم و بگم که این داستان اینه، این شخصیت اینه و به این فرجام میرسه، یا اینکه یک موقعیتی رو براش تعریف کنم، یک شخصیت‌هایی رو براش تعریف کنم، یک انتظارات رو درش ایجاد کنم و فرجام هر مقطع از فیلم رو به تخیلش واگذار کنم، یعنی همون ساختار آنتی کلایمکتیک. پس ما اگر می‌خوایم به یا ساختارهای با پایان باز مثلا، پس ما اگر می‌خوایم بگیم که فیلمساز چگونه می‌تواند به تخیل فیلمساز دامن بزند و کمک کند که اون بارور بشه، اون در نوعی از رویکرد فیلمنامه‌نویسی که ما بهش میگیم ساختاری که رو به اوج نیست یا آنتی کلایمکتیک. ما در سینما نمای ذهنی داریم. میخواد بله، ما از پوینت آف ویو و منظر یک شخصیت خیلی چیزا رو ممکنه ببینیم و درک کنیم. اصلا خودش یه مبحثه که ما یک مثلا تو فیلم بابل ما یه شخصیت دختر ناشنوا داریم، سکانس معروفه که وارد یک کاباره و دانسینگی میشه. در لحظاتی که ما از زاویه دانای کل داریم برخورد میکنیم، صداها رو میشنویم، موسیقی رو میشنویم، گفتگوها رو میشنویم. در مقاطعی ما به پوینت آف ویو ذهنی دختر متصل میشیم، هیچ صدایی نمیشنویم چون دختر ناشنواست و ادراکمون در جهان ادراک یک دختر ناشنوا محدود میشه. خب وقتی که صحبت از سوبجکتیویتی یا ذهنیت در فیلم میشه، ما دو تا وجه داریم. یا در لحظه ما آنچه را که شخصیت میبیند و میشنود ما هم میبینیم و میشنویم، این یه وجه هست سوبجکتیویتیه. وجهی که فراتر از اینه، ما نه تنها آنچه را که شخصیت در لحظه میبیند و میشنود میبینیم و میشنویم،
آنچه را که در ذهنش تصور میکند را هم میبینیم، یعنی رخنه میکنیم به ذهن شخصیت و این یک در واقع وارد یک منتال سابجکتیویتی میشیم، یک ذهنیت ادراکی میشیم، یعنی از ذهنیت جسمانی خارج میشیم. و ما خیلی از فیلم ها رو داریم که از این دوتا وجه دارن بهره میبرن. مثلا در فیلم مکالمه فرانسیس فورد کاپولا کانورسیشن، در یکی از گره ها، چون این فیلم اصلا درباره صداه، نقش اول این فیلم هیچ کس نیست، صدا نقش اول این فیلم. خب آیا در مقاطعی ما در موقعیت اون شخصیت اصلی، شخصیت محوری فیلم قرار میگیریم که در یک موقعیتی است که دسترسی به صدای اصلی نداره. ما هم جذابیت فیلم در اینه که ما داریم همزاد پنداری میکنیم با اون شخصیت اصلی و دسترسی به یه صدایی که اون نداره ما هم نداریم و این در ما تعلیق به وجود میاره که ما چی باید بدونیم که نمیدونیم. و اون دو تا دختر پسری که با هم صحبت میکنن تو وقتی که اون شخصیت اصلی میاد توی اون آفیسش و دستگاه‌های صدا رو بررسی میکنه، این صداها رو بالا و پایین میکنه تا به اون نقطه کور صدا دست پیدا کنه، ما هم ادراکمون همزمان با مخاطب، همزمان با شخصیت فیلم داره رشد میکنه، نه فراتر از اون، همپایی اون ما داریم رشد میکنیم. اما در مقاطعی از همین فیلم ما به کابوس‌های اون شخصیت هم رخنه میکنیم و چیزهایی را راجع به زندگی گذشته‌اش در میابیم که اون به هیچ کی نگفته ولی ما میدانیم. چرا؟ چون فیلمساز از منتال سابجکتیویتی داره بهره میبره. در مقاطعی که داره اون صدا رو بررسی میکنه ما دانشمون هم پای اونه، اما در مقاطعی که فیلم وارد منتال سابجکتیویتی میشه، وارد رویاها و کابوس‌هاش میشه، هالوسینیشن هاش رو به ما نشون میده، ما وارد بعدی از فیلم میشیم که شخصیت‌های دیگه از دسترسی بهش عاجزه. در واقع اینجا میشه که سینما تبدیل به هنر میشه، یعنی صرف تکنیک از دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما میگیم این تکنیک وجود داره، این تکنیک از چه مسیری باید بره که معنا بسازه، تبدیل به معنا میشه. بخوام برسم یه بحثی تو این کتاب هست در واقع درگیری سینمای ناطق و سینمای صامت. یک جایی همین کتاب توضیح میده که یک کسی در واقع میخواد بره یک چیزی رو بگیره. بله. میره توی کیوسک، دوربین در واقع از پایینه و به اون یه وجه قدرتی میده، قبل از اینکه بگیره داره صحبت میکنه، بعد دوربین دوباره میاد عقب، میره از بالا میگیره. یعنی این یه معنایی رو به ما میرسونه که نتونسته اون چیز رو از اون طرف بگیره وقتی دوربین میره بالا، یعنی کوچیک میکنه اون آدم رو. درگیری در اون کسانی که میگفتن چرا باید صدا وارد در واقع تصویر قاطی بشه و یک معنایی بسازه، درگیریشون چی بوده؟ آیا سینما به خودی خود نمیتونست در واقع اون معنا رو برسونه به وسیله تصویر؟ سینما ناگزیر بود که صدا رو بپذیره، چون در دوره‌ای بود که اگر راه نمیداد به صدا به لحاظ صنعت دچار مشکل میشد، یعنی اتفاقی بود که نمیتونست نیفته. و اینکه مثلا در زمانی که خب تکنولوژی سینک و ضبط همزمان صدا وجود نداشت و هنگام اکران فیلم ها شخصی باید پشت پیانو میشست و همزمان با سکانس های مختلف اون اوج و فرودهای احساسی رو با پیانو و ملودی ها رو مینواخت، خب مختص اون زمان بود. وقتی که این تکنولوژی به وجود اومد که بتوانند فیلمسازها صدا رو ادغام کنن با تصویر، خب این سوال بزرگی پیش اومد که چرا این کارو نکن. و حالا که ما داریم این یک امکان رو، این آپشن رو به دست آوردیم که بتونیم صدا رو ادغام کنیم با تصویر، این صدا چجوری میتونه به رویش یک هنر کمک کنه، تعمیق در واقع. آره، چجوری میتونه که بارورتر کنه این هنر رو. و این دیدگاه که ما بگیم سینما بدون صدا خلاقانه تر بود، از یک منظر درسته، چون که بار بیشتری رو به دوش بازیگران میذاشت که بتونن با بدون کلام فقط با کنش‌هاشون یک احساسی رو متبادر بکنن. اما اینکه صدا بهش اضافه شد به هنر سینما، قطعاً به بارور کردن اون زبان زیبایی شناسی فیلم بسیار کمک کرد. خیلی هم مثلا فیلم مکالمه فرانسیس فورد کاپولا یا خیلی از فیلم‌های دیگه استفاده که از صدا درش شده
بسیار فراتر از تصویر. یعنی اون چه که ما از فیلم مکالمه دریافت میکنیم و تو ذهنمون میمونه بیشتر درباره صداست. کمتر ما تصاویری از فیلم رو به یاد میاریم. نقش صدا برامون پررنگه که صدا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در قضاوت‌های ما. یک صدایی که در جایی به یه نحو دیگه‌ای شنیده شده و یک صدایی که اونطور که باید خوب شنیده نشده. پس صدا خیلی تونسته کمک کنه به اینکه بیان هنری سینما بارورتر بشه. اونجوری که کات زدن کمک کرده، اونجوری که دوربین ثابت به حرکت در اومده، قاب‌ها از حالت لانگ شات به انواع و اقسام ابعاد قاب در اومده و همه اینها هم بیشتر ملهم از ادبیات بوده. در واقع میگن از گریفیس در واقع تدوین و مونتاژو گرفته. بله، و گریفیس بسیار تحت تاثیر آثار چارلز دیکنز و موپاسان بوده. یعنی گفته وقتی چارلز دیکنز به این ظرافت داره چهره شخصیت رو توصیف میکنه، چرا من باید شخصیت رو از دور و در لانگ شات ببینم؟ سینما هم میتونه این کار رو بکنه و کلوزآپ به وجود اومده. چرا وقتی چارلز دیکنز داره یک کنش رو به صورت تعقیبی و مداوم توصیف میکنه که مثلا شخصیت رفت از اونجا اومد بیرون، بعد مثلا این واکنش نشون داد، چرا ما تو سینما این کارو نکنیم و ترکینگ و تراولینگ رو به وجود آورد؟ یعنی حرکت به حرکت در آورد دوربین رو که تعقیب کنه شخصیت‌ها رو، باهاشون همراه بشه، چرا فقط از دور نظاره‌گرشون باشه. این تأثیری که ادبیات روی سینما گذاشته و بله همین ابداعاتی که به وجود اومده نمیتونه سینما بی تأثیر بمونه نسبت به اتفاقاتی که میتونه به رشدش کمک کنه. جالبه که این ابداعاتی که در سینما به وجود اومده در واقع ابداعات عملی و نظری بیشتر در واقع خود سینماگران بودن. مثالش همین گریفیستی که میگین در واقع خودش سینماگر بوده. شما از تأثیر ادبیات بر سینما، تئاتر بر سینما، نقاشی، عکاسی صحبت کردین. میخوام ببینم سینما هم بر هنری تأثیر گذاشته؟ چون که در واقع فکر کنم بازن توی سینما چیستش میگه که بله بر ادبیات تأثیر گذاشته و مثالش هم فکر کنم همینگوی میزنه، میگه دیالوگاهاش، میگه در واقع تصویری نوشتنی که داره و بر بقیه هنرها. میخوام ببینم تاثیرگذار بوده؟ 100% تاثیرگذار بوده. مهمترین تأثیری که سینما بر ادبیات و بر دیگر هنرهای تصویری که با تصویر سر کار دارن، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، گذاشته ایجازه. یعنی این که شما از اطاله کلام دوری کنی و یک مفهوم رو در کسری از ثانیه به مخاطب منتقل کنی. این دستاورد سینماست که در ادبیات هم منعکس شده، در خیلی از هنرهای دیگه هم منعکس شده. در وقتی یک عکاس به یک نقطه‌ای نگاه میکنه و یک مفهومی رو میبینه که در یک لحظه‌ای جمع شده، تبیین شده و در یک فریم میتونه به مخاطب منتقل بشه، این تاثیر سینماست. نویسنده‌ای که وقتی دست به قلم میبره از خیلی از چیزهایی که میداند مخاطب میداند، خواننده میداند، صرف نظر میکنه. خب اینها رو که خواننده میدونه، من آن چیزی رو براش توصیف کنم یا دیالوگی رو در دهان فلان شخصیت بگذارم که چیزی رو برملا کنه که لازمه در این لحظه. این دقیقاً همون تأثیر سینما بر ادبیاته که ما وقتی که مثلا در خیلی از فیلم‌های شاخص می‌بینیم هیچ تکیه‌ای از فیلم رو نمیتونیم کنار بذاریم. اگر کنار بذاریم ساختار فرو می‌ریزه. اگر فیلمی رو ما بتونیم یه تکیه‌اش رو کنار بگذاریم و هیچ اتفاقی نیفته، این ضعف فیلم. و اتفاقا این تأثیری که یکی از تأثیراتی که سینما روی ادبیات و هنرهای دیگه گذاشته، همین گزیدگویی، ایجاز و انتقال معنا در کسری از ثانیه. خیلی هم عالی. یک مبحثی که خیلی برای خودم جالب بود، اون کتاب 3 گزاره رو مطرح کرده: تجربه یا ادراک هنرمند، بیان این ادراک با یک وسیله بیانی هنر. در واقع میخوام رو این وایسم. اگر توافق کنیم که اصل سینما تصویره، ذاتش تصویره، یه مبحثی نام زبان دوربین. آیا اصلا قائل باشیم به زبان دوربین؟ یعنی میشه زبان برای دوربین در نظر گرفت؟ برای دوربین نمیتونیم مثلا به زبان مثلا صدا، زبان
این مقوله ها رو نمیتونیم براش همچین واژه‌ای رو قائل بشیم، میتونیم زبان سینما براش قائل بشیم. زبانی که یک گرامری داره، یک دستور زبانی داره که اون دستور زبان باید پیاده بشود تا چیزی به نام فیلم شکل بگیره. حالا ما میتونیم جمله هایی که در این زبان وجود داره رو پساپیش کنیم. این خلاقیت به وجود میاره، دامنه میده برای خلاقیت. چرا میگم اصل تصویر؟ دو تا مثال میزنم، دو تا مثال از دو تا سینماگر درجه یک خبرنگاری میره پیش جان فورد بزرگ، میگه که بهش تعبیر جان فرم هم میگن دوستان، میگه که چه فیلم خوبی ساختین، چقدر چیز، چقدر عالی، با چی فیلم ساختین؟ یه با رندانه جواب میده و میگه که با دوربین. این خیلی جالبه. یک مثال دیگه تصویر بردار در واقع هیچکاک، بعد اینکه اون تصویر پلان تموم شد رفته پیشش میگه که این دیالوگ رو مثلا بد گفته، کم گفته. بعد هیچکاک این گفت خیلی خوب گرفتی فلان، نه دیالوگ یه ایرادی داره ها. بعد هیچکاک میگه تصویر تو خیلی خوب گرفتی. یعنی میخوام بگم این نکته‌ای که حائز اهمیته، یعنی به تصویر داره در واقع یه پوانی میده تا دیالوگ. مثلا خود واژه سینما یعنی تصویر دیگه، مبتنی بر تصویره، منتها وامدار هنرهای دیگه هم هست. خب این کتاب دیگه الان فکر کنم میشه عنوان در واقع کلاسیک روش گذاشت. بله دقیقاً. یعنی چون کتاب اولین بار در سال شمسیش اگه بخوام بگم 1354 منتشر شد در اولین بار، و استاد پرویز دوایی سال 72 فکر میکنم اولین چاپ این اثر در انتشارات امیرکبیر رو در واقع دادن که منتشر بشه. و خب خیلی فاصله داره به لحاظ زبان، به لحاظ سبک و نگاهی که داره به عنوان یک کتاب تئوریک در زمینه سینما با آثاری که ما در سالهای اخیر می‌بینیم. مثلا نگاهی که دیوید بوردول داره، نگاهی که تیموتی کوریگان داره، نگاهی که دیگر آکادمیسین هایی که در حال حاضر کتاباشون رو ما می‌بینیم، خب خیلی فاصله داره با این کتاب و فرزند زمانه خودشه. یعنی زمانه‌ای که سینما در حد همین بود، در حد همین نماها، لنزها و مثلا خبری از سینمای دیجیتال نبود، خبری از میزانسن ها و روایت های غیر خطی و خطی و پیچیده و اینها نبود و به همین خاطره که این کتاب زبان ساده‌ای داره، چون فرزند زمانه خودشه، مورد دهه 70 و کسی هم که نوشته رالف استیونسون و ژان دگری اینها آکادمیسین نبودن، اینها فیلمساز بودن. یعنی از حوزه کار چیزهایی رو منعکس کردن در این اثر و سعی کردن که، و این به نظر من بهترین قدم اوله برای کسی که علاقمنده به سینما یا تازه میخواد اقدام کنه برای ورود مثلا به رشته‌های سینمایی، که یک دریچه‌ای به روش باز کنه که این سینما چیه، قراره از چه واقعیتی صحبت بکنه، چه ابزاری در اختیارشه، نه فراتر از این رو ما باید در کتب مثلا دیوید بوردول هنر سینما مراجعه کنیم که داره با دیتیل و جزئیات بیشتری در مورد هنری به نام سینما صحبت میکنه. این کتاب بیشتر و تأکیدی هم که روی نمونه‌های فیلم داره توی این کتاب، یعنی بیشتر چیزی که این سیر نگارش این کتاب رو به جلو میراند نمونه فیلم. این به خاطر اینه که همون وجهی که چون خب نویسندگانش آکادمیسین نبودن، یعنی نمیتونستن زیاد بحث به وجود بیارن، اون دیسکاشنی که ما توی بحث آکادمیک داریم رو به وجود بیارن، متکی کرده خودش رو به تجاربی که از تماشای فیلم داشته و اینکه تونسته تشخیص بده اینجا این فیلمساز از این ابزار استفاده کرده، از نمای لو انگل، واید انگل، نمیدونم های انگل چرا استفاده کرده و اون تأثیری که بر خودش احساس کرده رو منعکس کرده در این کتاب برای اینکه استفاده از یک ابزار رو در هنر سینما نشون بده. جالبه که میگه که برای مخاطب، یعنی سه وجهی که قابل بود، وجه سومش تمتع مخاطب بود، تماشاگر. ولی فکر میکنم این بیشتر به درد مخاطب میخوره، یعنی برای
بهتر دیدن و بهتر چگونه دیدن برای کسی که میخواد یک مقدمه‌ای بشنوه، یک پنجره‌ای باز کنه به سمت عالم سینما و بگه که چه خبره. این کتاب میگه که در سینما چه خبره، ولی نه بیشتر از اون. حالا بگم اون خبره چجوری شکل میگیره، چه ساختاری داره، چقدر میشه فرایند خلاقه در کجاها شکل میگیره و با چه نوع رویکردهایی ما مواجهیم رو اصلا در بحث این کتاب نیست. قبل از این کتاب یه کتاب دیگه هم بود، میخوام ببینم بوده، یعنی من تاریخشو دارم درست میگم و چرا در واقع در این کتاب بهش اشاره نشده. کتاب فوتوپلی مانستربرگ قبل از این کتاب بوده. چرا من تعجب کردم که اصلا ارجاع به خاطر همینه که گفتم خدمت اینها فیلم ساز بودن این کتاب رو نوشتن. زیاد درگیر، چون نگاه آکادمیک بحث اصلیش اینه که شما یک لیترچر ریویو داشته باشی، یعنی اینکه پیشینیان چه کردن و من قراره چی به اونها اضافه کنم. وقتی که کسی از جهان آکادمیک نمیاد قاعدتا لیترچر ریویو هم براش اهمیتی نداره، مثلا پیشینیان چه کردن. در واقع ریویو میشه، در ریویو میشه. یعنی ما اگر نقد ادبی که میگن نقد ادبی و ریویو نویسی، انگاری که داره ریویو فیلم های رو میگه، یعنی بیشتر به این سمت داره میره تا نقد باشه. بله، توی همون بحث خود لیترچر ریویو یعنی پیشینه تحقیق، یعنی وقتی میخواد یکی کار آکادمیک انجام بده حتما باید این رو دخیل کنه در کارش. به خاطر چی؟ که اون آثنتیسیتی و اصالتی که اون کار داره رو ثابت کنه به مخاطبش، حالا چه در اول جامعه آکادمیک بعد افراد دیگه، که من دارم کاری رو انجام میدهم که افراد دیگر به آن نپرداختن یا کمتر پرداختن و اینه که به کار من اصالت میدهد. این تو بحث آکادمیک مطرحه. تو بحث ریویو یک نوع روی کرده به حال اثر هنری، میتونه نقاشی باشه، میتونه عکس باشه، میتونه فیلم باشه. هدف ریویو چیه؟ هدف ریویو اینه که من یک دیدگاه کلی نسبت به یک اثر ارائه بدهم بدون پرداختن به تحلیل‌های ساختارشناسانه و سفت و سخت و مخاطب رو ترغیب کنم به مواجهه با این اثر. جای ریویو کجاست؟ توی نشریات، روزنامه‌هایی که در اختیار همه هست. در قدم بعد از ریویو ما یک رویکردی داریم در مواجهه با اثر هنری به اسم critical analysis، یعنی تحلیل انتقاد محور، یعنی ضعف‌ها و قوت‌ها در فورگراند و پیش زمینه قرار می‌گیرن و اینکه مخاطبش هم مخاطب تخصصی تره. جایگاهی که این مقالات تحلیلی هم نوشته میشوند هم در نشریات تخصصی هم. نشریات تخصصی حالا عکاسی، نقاشی، سینما، هر چیز. قدم سوم دیگه خیلی تخصصی تر میشه که میره در مقاطع نشریات آکادمیک که بحث ریفرنس ها میاد وسط، که وقتی من دارم یک بحث نظری رو راجع به یک فیلم مطرح میکنم باید بگم آبش خورش از کجا اومده و اون رو تو ریفرنس ها ذکر کنم، بگم که فلان تئوریسین این بحث رو مطرح کرده، بر مبنای این بحث من دارم این تحلیل رو راجع به این فیلم ارائه میدم برای اینکه نشون بده تحلیل من ریشه داره، از یه جایی داره میاد، من دارم بارورش میکنم. جایگاه مطالب علمی پژوهشی کجاست؟ معمولا نشریات تخصصی دانشگاهی که فقط آکادمیسین ها به دردشون میخوره. اون چیزی که معمولا ما تو نشریات سینماییمون میبینیم بیشتر به ریویو نزدیکه، مگر مثلا یک اشخاص خاصی که بنا به دلایلی به یک فیلم خیلی علاقه دارن و سکانس هاشو دونه دونه بررسی میکنن که اون میره به سمت مقاله انتقاد. از همینجا میخوام از کلام پایانیتون میخوام وام بگیرم و بگم که اگر من در واقع منتقد آکادمیک باشم، مواجهم با اثر هنری یا اثر سینمایی احیانا پیشینی نمیشه، یعنی آن چیزی که دانش پیشینی دارم من بخوام سوار بر اثر هنریم بکنم یا اثر سینمایی بکنم، میخوام بگم به جای اینکه من مواجهه فرمی حسی داشته باشم راجع به اثر، مواجهه در واقع نظری دارم راجع به اثر. قطعاً تاثیر میگذاره و این انتخاب تحلیلگره، منتقده.
که من دارم میخوام برای کی بنویسم. اگر من میخوام برای یک مخاطب عام بنویسم و اون رو ترغیب کنم به مواجهه با این اثر هنری، قطعا باید از احساساتم بهره ببرم، اون احساسی که فیلم به من بخشیده رو منعکس کنم در کارم. اما اگر میخوام طوری بنویسم که با یک شخص آکادمیسین، شخصی که پژوهشگر اون حوزه هست، ارتباط برقرار، باب گفتگو باز کنم با اون، قطعا جای احساسات اینجا نیست. اونجا جای همون پیشینه ریفرنس ها و نظریات میاد وسط. این انتخاب شخصه تحلیلگر. نه میخوام بگم تفسیر نمیکنه فیلم رو، یعنی یک چیزایی اضافه نمیکنه به فیلم، اون چیزی که توی ذهن خودشه. چرا اضافه میکنه، ولی میگم بستگی به مخاطب داره. اول باید ما این رو در نظر بگیریم که تحلیلگر برای کی داره میاد، با کی میخواد گفتگو کنه. این مخاطب اون تحلیلگری کیه؟ مخاطبه که تعیین میکنه نوع نگارش باید سبک نگارش بشه سمتی بره. اگر من میخوام با یک مخاطب تخصصی صحبت کنم، پس باید برم به سمت سکانس ها، برم به سمت لحظات، برم به سمت تکنیک ها، برم به سمت اینکه از چه زوایایی استفاده شده، از چه میزانسنی، از چه پراپ هایی، به چه منظوری، مثلا این صندلی آیا کارکرد اینسترومنتال یا ابزاری داره یا کارکرد متافوریکال و استعاری داره یا کارکرد کانتکستوال داره، یعنی مثلا در یک بافتی معنا پیدا میکنه. خب مخاطب عام زیاد درگیر این چیزها نیست. مخاطب عام بیشتر دوست داره بدونه که شخصیت‌ها کی هستن، بازیگراش کی هستن، فراز و فرودش چیه، راجب چیه. مخاطب تخصصی تر اتفاقا مشتاقه که بدونه این صندلی در اینجا یک صندلی صرف نیست، این نمادی مثلا از قدرت اونه، که پس نوع مخاطب تعیین میکنه که من نگاراشم رو به چه سمتی ببرم. در واقع این یک پیپ نیست. دقیقاً. بحث پراپ دیگه. این پراپ ها آیا ابزاری ان یا کانتکستوال؟ مثلا غذا تو خیلی از فیلم ها شاخصه ملی دارن، یعنی بدون اینکه فیلمساز بخواد توضیح بده که این فیلم از کجا اومده، با یک بشقاب غذا نشون میده که فرهنگ از چه فرهنگی داره نشأت میگیره. پس ما با یک پراپ کانتکستوال مواجهیم، یعنی داره یک کانتکستی رو به ما، یک بافت متنی رو داره به ما نشون میده. حتی ما یک پراپ اینترتکستوال هم داره. اون چه جوریه؟ یعنی در هر فصلی از فیلم یک پراپ خاص یک معنای خاص داره. صندلی در اینجا نماینده صندلیه که روش میشینن، در یک سکانس دیگه نماینده قدرته، داره معناش تغییر میکنه. خب این مخاطب تخصصی فیلم دنبال این چیز هاست. مخاطب عام باش مهم نیست که این صندلی کجا چه معنی داشته باشه. خیلی خوب. تو این کتاب میگه که همونجوری که صحبت کردیم با هم، میگه که اساساً از اجتماع، از طبیعت سینما وام میگیره و باز مینمایونه اون چیزی که مد نظر سینماگر هنرمنده. میخوام یه ذره بحث رو در واقع راجع به سینمای ایران بکنم. چرا سینماگر ایرانی این همه سیاهی تو فیلمش دیده میشه؟ یه جمله شاهکار داره سوزان سانتاگ، میگه که هنرمند در واقع باید طبیعت رو زیست کنه، باید زشتی رو زیست کنه، اما نباید در زشتی بمونه، باید گذر کنه از اون. هم ببینیم چرا سینماگر ایرانی، حالا مثالم نمیزنیم، کلی داریم میگیم، چرا اینقدر دوست داره که سیاهی رو در واقع توی صورت مخاطب بپاشونه؟ به این تعجب. یه ذره مثلا سینمای رئالیستی ایتالیا رو نگاه میکنه آدم، اونقدری با اینکه داییش رو دارن اونقدری سیاه نیست، ولی وقتی این ور رو نگاه میکنی یه ذره عجیب غریب میشه. این بحث به نظر من خیلی ربطی به سینما نداره. این بحث اینترتکستوالیتی داره، بحث بینامتنیتی داره، که یعنی اون کانتکست هایی که فرا گرفتن فیلمساز و فرا گرفتن مخاطب رو، که چرا انقدر رقابت نشون میده به همچین نوع. اگر این نوع مخاطب نداشته باشه قطعا دیگه ساخته نمیشه، پس مخاطب داره که ساخته میشه. این خشونتی که در بعضی از فیلم ها هست یا تو سریال های نمایش خانگی همه دارن فریاد میزنن، همه دنبال حقشونن، این از یک کانتکستی داره میاد که مخاطب داره و اگه اون کانتکست وجود نداشته باشه قطعا این فیلم ها هم به این گستره وسیع ساخته نمیشن. کما اینکه ما در دهه 60
خب ما یک گستره مضمونی فوق‌العاده‌ای داشتیم توی سینمامون، علاوه که گفتن فارغ سینمای گلخانه‌ای راه انداخته و نظارت و حمایت و اینها داره، اما ما یک تنوع مضمونی می‌دیدیم. یعنی ما هم فیلم کودک داشتیم، شهر موشا، گلنار، گربه آوازخوان، هم فیلم اکشن داشتیم با جمشید هاشمپور، هم فیلم اجتماعی داشتیم با گل‌های داوودی و گل مریم و پرنده کوچک خوشبختی پوران درخشنده و یک طیف فیلم‌های جنگی داشتیم. سینمای اقتباسی داشتیم. سینمای اقتباسی ناصر تقوایی فیلم می‌ساخت، بهرام بیضایی فیلم می‌ساخت، مسعود کیمیایی فیلم می‌ساخت، فیلمسازای جوان مثل کامبوزیا پرتوی، محمد علی طالبی، کیومرث پوراحمد، اینها هم فیلم می‌ساختن. همه میتونستن یعنی در یک فضایی حمایت بشن و فیلمشون رو بسازن و اینقدر هم داد نمی‌زدن تو فیلماشون و خیلی هم مفاهیم انسانی اتفاقا درش مطرح بود. این کانتکستی بود که هم فیلمساز رو در اون بره فرا گرفته بود، هم مخاطب. و ما می‌بینیم که تو دهه 80 این کانتکست میره به سمت دیگه‌ای، میره به سمت آزادی خواهی، میره به سمت اینکه من میخوام به حقم برسم، من چرا از آزادی‌هایی که باید داشته باشم بی بهره‌ام. انعکاسش رو می‌بینیم تو فیلم‌ها مثل آواز قو، مثل نمیدونم سیاوش، مثل پارتی. یه جور نقد اجتماعی به افرادی که مثلا در دهه 60 زیاد مهم نبود حضورشون، اما الان خیلی مهم شده حضورشون، که چرا شما حضور دارید و حضورتون هیچ سودی هم نداره تو جامعه و این باب نقد باز شده که مثلا چرا مثلا پدر من چرا این کار رو داره میکنه و این باز میاد تو دهه 90 میره به سمت دیگه. الان رفته بیشتر مثلا تو سریال نمایش خانگی به اون خشونتی که دیگه دیده نمیتونه مثل دهه 80 فقط انتقاد کنه، باید عمل کنه، باید مثلا چاقو به دست بگیره، باید داد بزنه، باید مثلا یک کنشی از خودش نشون بده، چون دیده انگار نمیشه، انگار هیچ اصلاحی در کار نیست که بخواد بهش تن بده یا به حرفش حتی گوش بده. اون نگاهی که مثلا ما تو آژانس شیشه‌ای داشتیم دیگه الان خیلی اوریان‌تر شده در حد گفتگو. خب همینجا وایسیم روی خشونت. خب ارسطو و افلاطون بحث کاتارسیس پالایش رو مطرح کردن. میخوام ببینم آیا این خشونت رو در ما فریز میکنه این فیلم ها یا این خشونت رو میپالاید؟ به نظر من بیشتر نگه میداره، کمک میکنه به مخاطب که اون کارهایی که دوست داره انجام بده و نمیتونه انجام بده رو در قالب شخصیت ها همزاد پنداری کنه باهاشون و لذت ببره. مثلا چقدر خوب شد که مثلا رفت این کارو کرد، چقدر خوب شد که مثلا حقش دفاع کرد، چقدر خوب شد که مثلا تو روی مثلا یه سیستمی، یک فضایی، یک آدم‌هایی ایستاد. این همون کاتارسیسه، حالا نمیشه به اون معنا بهش قائل شد، اما به یه نوعی هم به یک پالایش ذهنی منجر میشه دیگه در مخاطب. وگرنه اگر مخاطب نداشته باشد هیچ گونه هنری رواج پیدا نمیکنه. این یه واقعیت، ما نمیتونیم منکرش بشیم. چرا جامعه الان رفته به سمت کمدی؟ چون ذائقه‌اش شکل گرفته که مثلا هزل دوست داره ببینه، هجو دوست داره ببینه. ما نمیتونیم بگیم چون نمونه‌های خوبی نیست که ما بگیم چرا نمیرونه ببینیم. الان مثلا پیرپسر که یه اتفاق شده در سینما ایران، خب خیلی جای خوشحالی داره که پرفروش‌ترین فیلم ما شده امسال. خب پس این نشون میده که اگر ما برای سلیقه مخاطب احترام قائل بشیم و یک ساختار روایی درست با شخصیت پردازی درست، با صحنه پردازی درست، با بازی‌هایی که معلومه 5-6 ماه روش کار شده رو به مخاطب به شعور، یعنی به شعور مخاطب احترام بگذاریم، یه همچین ساختار رو پیش روش بگذاریم، مخاطب هم استقبال خواهد کرد. و اینکه حالا این اندازه از خشونت که در فیلم به کار رفته، باز اون بحث به نظر من جامعه شناسانه داره که در چه کانتکستی فیلمساز این خشونت در ذهنش شکل گرفت. ملهم از یک حوادثی بوده، این به صرف سلیقه نیست، این اینترتکچوال، همون فضایی که مثلا مهرجویی رو در اواخر دهه 50 به اون سمت رونده که دایره مینا رو بسازه. چرا رفته به سمت خون، تجارت خون؟ خب مثلا میگم آقا چه خبر، جامعه در حال پیشرفته، نمیدونم یه چیزی دیده، یه تأثیر اینترتکچوالیتی این وسط صورت گرفته که رفته به سمت. یا مثلا چرا بهمن فرمانرامی شازده احتجاب میسازه؟ چرا حرفی که میخواد بزنه در زمانه معاصر نمیتونه بزنه، مجبور وصلش کنه به قاجار؟ در واقع حساسیت هنرمنده، اون سنسوراش به یه چیز داره حساسیت نشون میده، هنرمنده دیگه. چند جمله قبلتون یه کلام میگفتین خیلی جالب بود راجع به این که
غذا در واقع میتواند یک هویت بسازد، یک فرهنگ بسازد. چیزی که این کتاب داره به ما میگه تکنیکی امر در واقع جهانیه. تکنیک امر سینما یه قواعدی داره که همه میتونن برن یاد بگیرن و این قواعد رو در واقع در فیلمشون به کار ببرن. میخوام ببینم ما سینمای ملی داریم، یعنی تکنیک ملی داریم که سینمای ملی داشته باشیم. ببین بحث نشنال سینما یه کورسه، سینمای خارج از کشور هم تدریس میشه، ربطی به تکنیک نداره، ربطی به این داره که فیلمساز چگونه میتواند روح جامعه خودش رو در مقیاس تصویر به مخاطب بباورانه. تو بحث سینمای ملی مثلا تئو آنجلوپولوس رو ما میتونیم راجبش صحبت کنیم چون داره از یک ملت صحبت میکنه. ما میتونیم از برگمن صحبت کنیم، داره از یک جغرافیایی صحبت میکنه، آدم‌هایی که در یک جغرافیایی دارن زیست میکنن. ما از سینمای مهرجویی میتونیم به عنوان یک سینمای ملی صحبت کنیم چون داره از یک خانواده داره صحبت میکنه، از آدم‌هایی داره صحبت میکنه که در یک زیست جغرافیایی تعریف میشن، نمیتونن در زیست جغرافیایی دیگه‌ای تعریف بشن. سینمای ملی بهره گرفتن از تکنیک به هدف بازنمایاندن جامعه است که تصویر باورپذیری ازش درک میشه. اساساً با قصه سر کار داریم، نه با قصه هم یکی از ارکان بسیار مهم میشه. ارکان بسیار مهم میشه. خیلی خوب، خیلی عالی. اگه نکته ندارید ما با در واقع مخاطبین من یه مطالبی راجع به خود کتاب دوستان اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نیست که اگر امروز کتاب دوباره بازنویسی میشد با توجه به تکنولوژی‌های جدید مثل سینمای سه‌بعدی، همین هوش مصنوعی، جلوه‌های ویژه کامپیوتری، میشد گفت که مثلا این تکنیک‌های جدید اصول هنری که توی کتاب مطرح شدن رو زیر سوال برده یا تقویت کرد؟ 100% تقویت میکنه. یعنی در مثلا تیموتی کوریگان هر 2 سال کتابی که راجع به Understanding Movies، درک فیلم نوشته، یا کتابی که A Short Guide to Writing About a Film، راهنمای نگارش در فیلم نوشته، رو هر 2 سال یک ادیشن جدیدی ازش ارائه میده، همین تحولات رو اضافه میکنه بهش و به ما نشون میده که این تحولات چقدر کمک کرده که بیان سینمایی به اون زیبایی شناسی قایش نزدیکتر بشه. نه تنها زیر سوال نمیبرد این تحولات در نگاه آکادمیک، بلکه کمک میکنه به اینکه چقدر این زبان جای پیشرفت. اگه دکتری هست راجع به کتاب. خب گفتم که این کتاب مال دهه 70 میلادیه، دهه 50 خودمون میشه و باید در برهه خودش در نظر بگیریم که خب زبانش ساده است و بیشتر از طریق نمونه فیلم ها داره بحث خودش رو پیش میبره. اما یک سری چون ما با یک مترجم مثل پرویز دوایی مواجه هستیم که یک پیشینه‌ای داره در ادبیات سینمایی ما، در داستان نویسی ما، در ترجمه ما و مخصوصا در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در نشریات سینمایی، یک مواردی توی این کتاب هست که به نظر من به خاطر عدم توجه کامل به ویرایش به وجود و به نظر من وقتی که خیلی تحسین برانگیزه که یه همچین کتابی به نام هنر سینما الان در اولویت تهیه چاپ قرار گرفته. خیلی حرکت خوبیه، باید تشویق بشه، تحسین بشه. اما خب وقتی یه همچین حرکتی قرار صورت بگیره، پس بهتره که ما یک نگاه عمیق‌تری هم به متنش داشته باشیم برای مخاطب که شاید پرویز دوایی رو نشناسه و خیلی از این به عنوان یک دریچه داره به این کتاب نگاه میکنه که با عالم سینما آشنا باشه. مثلا در یه جاهایی عناوین فیلم در این کتاب ایتالیک نشد و خیلی اشتباه بزرگیه. وقتی که عنوان فیلم ایتالیک نباشه، مخاطب از کجا بفهمه که مخاطب که اصلا فقط میخواد آشنا بشه با سینما که این اسم فیلمه، بخشی از جمله نیست. مثلا یه جایی اشاره شده رنگ‌های لولا مونتز، خب لولا مونتز اسم فیلمه، وقتی ایتالیک نشده مخاطب از کجا بدونه این نوع رنگ چیه این که داره راجبش صحبت میشه. یا مثلا
جمله هایی که معنی ندارن. مثلا یکی از مهمترین جنبه های تصویر مرکب فیلمی مکان بعد زمانی آن است. یعنی چی بوده؟ قطعا این جمله پرویز دوایی نبوده. یه اتفاق افتاده این وسط که با یه خانش و نمونه خانی میشد درست بگیم. مثلا فیلم نوتوریس بدنام هیچکاک رو انگشت نما ترجمه شده توی فیلم. خب حالا ما بگیم که حالا برفرضم که ما بگیم چون ما نمیدونیم شاید آقای دوایی این ترجمه رو انتخاب کردن، ولی وقتی ما با یک حیطه ساحتی به نام ادبیات سینمایی مواجهیم، یک سری فیلم ها به یک نام‌هایی شناخته شدن. حالا ما بیام انگشت نمای هیچکاک، طرف میگه این کدوم فیلمش من ندیدم. بدنام معروفه و اتفاقا بدنام ترجمه خوبی هم هست با توجه به واژه نوتوریت. مثلا فیلم معروفی به نام رزمناو پوتمکین، یک جا توی کتاب گفته شده نبرد ناو پوتمکین، یه جا دیگه گفته شده رزمناو پوتمکین. این یک دستی وجود نداره، این اصلا خوانش نشده این کتاب. یا یه جاهای گیومه به کار رفته ولی اصلا نقل قول نیست، یه جاهای نقطه ویرگول به کار رفته ولی اصلا جایی نداره نقطه ویرگول. یا مثلا یه جایی فیلم ایوان مخوف رو ایران مخوف، در فیلم ایران مخوف ایران این گونه مثلا عمل میکنه. خب اینا دیگه وقتی که اسم پرویز دوایی رو ما رو کاری میبینیم انتظار داریم که برای نسلی که ایشون رو نمیشناسه یه احترامی برای ایشون قائل باشیم و یک خوانش دقیقی از این کتاب صورت بگیره که در حیطه خودش بتونه از خودش دفاع کنه. جالبه که اول صحبتم قبل اینکه در واقع دوستان بیان گفتیم به چاپ 9 رسیدیم. خیلی بله اتفاق خوبیه، خیلی هم تفصیل برانگیز، اما تلاشی که برای ویرایشش باید صورت بگیره هم در مثلا اسم فیلم ها مثلا هلر این پینک تایتس، خب این تو فیلم مهمه، یک شخصیت شیطان صفتی که جوراب شلواری صورتی میپوشه، این مهمه، این که این تو اون فیلم مال جورج کیوکره. حالا تو فیلم گفتن جهنمی صورتی پوش، این مفهومو نمیرسونه. جهنمی صورتی پوش یعنی یه آدم جهنمی، مثلا یه آدم مفلوک و بدبخت، در صورتی که شیطان صفت منظورشه، شیطان صفتی مثلا با لباس سوزی، یه چیزایی که میشد روش بیشتر وقت بذاریم. دست شما درد نکنه، ممنونیم که زحمت دادیم به شما. با همه اشتباهاتی که شما لیست کردین به چاپ 9 رسیده؟ من چاپ 9 رو در واقع بررسی کردم. اون خودش یه آسیب شناسی داره دیگه، جداگانه واسه خودش که بله که ما تو ویرایش خیلی، منم تو کتابایی که حالا چه با انتشارات علمی فرهنگی، چه با سوره مهر، چه با نشر مرکز کمترین دغدغه را داشتم برای ویرایش، یا با فارابی، با فارابی هم 2-3 تا کار کردم. ویرایش اصلا خودش یه مصیبتیه، چون آدم‌هایی اون کار رو میخونن که مال اون کار نیستن و بیشتر بارش به دوش نویسنده، در صورتی که خارج از کشور مثلا مقالات که من نوشتم یا چپتر بوکایی که نوشتم من هیچ کاری نداشتم، خیلی هم عالی در می‌آوردن، یعنی ادیت حرفه‌ای می‌کردن و خیلی چیزایی که به ذهن من نمی‌رسید رو هم اعمال می‌کردن و خیلی نثر پالوده و فاخر می‌شد وقتی که در می‌اومد. ادیت یعنی همین که کمک کنه ارتقا بده زبان اون نویسنده و زبان نوشتار نویسنده، نه که سطحشو پایین بیاره و دوباره وقتی که نمونه متن برای من میفرستن بگم آقا این اصلا بدتر شد که من باید تازه بگم آقا اینجا رو برات بذار جای اولش، اینه چرا ویرگولش، چرا نقطه ویرگول گذاشتی. این خودش یه فرایند مصیبت باریه که توی نشر ما متاسفانه وجود داره و خیلی چیزای بدیهی رو رعایت نمی‌کنن و یعنی این کتاب با یک نمونه خوانی ساده خیلی بهتر میشه، مثلا خیلی ارتقا پیدا می‌کنه. همین که عنوان فیلم چرا ایتالیک نیست؟ کمترین انتظار از کتاب سینمایی اینه که عنوان فیلم باید ایتالیک باشه. ما متمایز می‌کنیم با ایتالیک کردن عنوان فیلم رو از بقیه متن. ما نقل قولی که بیشتر از 2 سطر باشه رو با ایندنتد کردن، فرو رفته کردن در متن متمایز می‌کنیم که این نثر نویسنده نیست، نثر یک دیگه است. اگر اشتباهی توش هست به گردن نویسنده نیست، این داره از یک کتاب دیگه نقل قول میشه. وقتی ما باید رعایت نکنیم مثلا یک چیز در هم ریخته.
من اصلا میگم فرصت هست بفرمایید. یاد یه فیلمی افتادم تو تلویزیون پخش میشه. حالا ایراداتی که شما میگی تو صنعت دوبله مخصوصا خیلی که ارتباط هم داره با قضیه ترجمه است دیگه، خیلی وحشتناک‌تر برای خود دیده میشه. فیلم من چند سال پیش دیدم، یه جای یه پلیس، هوا سرده، پلیس به همکارش میگه که مثلا هوا چقدر سرده، بعد اون در جوابش یه عبارت انگلیسی میگه you can say it again، یعنی آره واقعا، یعنی ترجمهش بخوای بکنم که آره واقعا خیلی سرده. بعد تو فیلم ترجمه کرده بود میتونی دوباره بگی دیگه، اینا میتونی دوباره بگی. دقیقاً من ایدیم بوده، اصطلاح بوده، ترجمه تحت لفظی نباید بشه. این فکر می‌کنم نمیشه. من نظر خودم اینه، منم یه مختصر پژوهشی می‌کنم رو مسائل اجتماعی، به این سادگی نمیشه کنارش گذاشت. یعنی خودش به تنهایی یه فاجعه است، یعنی هیچ نظارتی نیست. در این حد این بالاترین سطح از خانه نویلی یه همچین اشتباهات عجیب غریبی میشه. یا مثلا مستندهای علمی رو که ترجمه میکنن اصلا رو اعداد و اینا هیچ چیزی ندارن، هیچ حساسیتی ندارن. مثلا 3 کیلومتر رو یهو مثلا میگه 3000 کیلومتر، مثلا برای چیز عجیب غریب اینجوری. من یادداشت کردم خیلی انقدر مطلب دارم از این. حالا اون در یه وجهیه، ولی وقتی ما با مقوله به نام کتاب و پژوهش مواجه میشیم، چون این پیش روه، یعنی شما نمیتونی مثلا فیلم رو میبینی فراموش میشه میره، ولی این باید تو کتابخونه ها دست دانشجوها بچرخه، این باید منبع ریفرنس باشه. مثلا به دانشجو مثلا ما میگیم آقا جان میخوای پروپوزال بنویسی، میخوای پایان‌نامه بنویسی، میخوای مقاله بنویسی، عناوین فیلم باید ایتالیک باشه، عنوان مقاله باید داخل گیومه باشه، عنوان چپتر بوک اگه داری مینویسی باید این ساختار براش به کار بره. خب وقتی میره اینو میخونه میگه بچه‌ها میگه رعایت نشده که تو این مشکلاتی که همونجور دومینووار به وجود میاد دیگه فضای آگاهی. دست شما درد نکنه. ممنون. اینجا انتشارات امیرکبیر، سلسله نشست‌های دور کتاب، درباره سینما حرف زدیم و درباره کتاب هنر سینما با ترجمه عریض دوایی عزیز. انشالله هر جا که هست سلامت باشه. ممنون که ما رو دیدید و شنیدید. مرسی.